همراهان عزیز، میخوایم امروز آموزش گازدهی به مبگازهای کوچک رو انجام بدیم. این مبگازها الان در حال حاضر توی بازار قیمت حدود 600 تومنه، ولی میتونیم یه جوری پر کنیم اینا رو که هزینه تقریبا چطور بگم 20 تومن 30 تومن بیشتر هزینه به پامون بر نداره. به این صورت که شیلنگ رو بر میداریم، شیلنگ خراب نصفش میکنیم. به این صورت نصفش کردیم، یه ذره روغن به سر بریدش روغن میمالیم و سر مبگاز که باز کردیم، کلش رو باز کردیم، به صورت پیچشی، به این صورت به صورت پیچشی این کار انجام دادیم. وارد شلنگ میکنیم و قشنگ توی شلنگ قفل میشه و هیچ گونه نشتی پیدا نمیکنه. این سرش هم به مبگاز بسته، این سرش هم به کپسول گاز بسته. دقت کنید کپسول سعی کنید پر باشه و به صورت خوابیده باشه، کپسول از مبگازمون بالاتر باشه. الان کپسول رو باز میکنیم ما. احتیاط کنید توی فضای باز باشه، حتما این فضای بسته نباشه، خطرناکه. این شاید نشتی بده. اون گاز در حال انتقال به مبگازه، صدای گاز مایع داره میاد. این مسئله دیگه هست، گاز که نصف پر شد کپسول رو ببندید. کپسول رو که بستید، مبگاز باید سرش باز باشه، همچنان باز باشه. شلنگ از اونجا باز میکنید، از شلنگ و از کپسول جدا میکنید به مدت 30 ثانیه 40 ثانیه تا هوای اضافی داخل مبگازمون بره بیرون تا جا گاز برای گاز مایع بعدی ایجاد بشه. بسیار راحت و کاربردی.